سلام به دوستان. یه توضیح کلی میخواستم بهتون بدم. دوربین ها عمدتاً به 3 دسته تقسیم میشن. دوربین های بیسیم یا وای فای دار که انتقال تصویرشون از طریق وای فای هستش و برای کانکت شدن فقط نیاز به برق دارن، و در دوربین های کابلی به 2 دسته تقسیم میشن. دوربین های آنالوگ که با این کابل های آنتنی که به کابل RG59 معروف هستند و از طریق سوکت BNC کانکتورشون هستش به دوربین متصل میشن و تصویر رو به دستگاه DVR منتقل میکنن. گروه دوم کابل ها دوربین های کابلی دوربینایی هستند که به وسیله کابل لن یا 4 زوج یا تویست پر به وسیله سوکت شبکه به دوربین متصل میشن و تصویر رو به دستگاه NVR منتقل میکنن. امیدوارم این پست به دردتون خورده باشه. اگه سوالی داشتیم برامون کامنت کنید.